دوستان عزیز، ما در مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه کتابخانه داریم که در آن آثار ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک و همچنین معاصر تاجیک حفظ می شود. همچنین در این برابر آثار ادیبان جهانی نیز در کتابخانه نگاه داشته می شود و هر مهمانی که هر ادیبی که کتاب خود را به مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تحفه میکند همچنین در آنجا در همین کتابخانه حفظ می شود این کتاب. بله، اینچنین بخش داریم با نام سایه دست که در این بخش ما کوشش میکنیم مهمان یعنی شاعر و یا نویسنده دعوت کنیم و در تالار همین کتابخانه درباره ایجادیات خود درباره سایه دستی که آورده است قصه میکند، حرف میزند و هر مهمانی که به اینجا دعوت شده است حتما یک کتاب خود را باقی میگذارد و با همین شماره کتاب‌های کتابخانه سفینه باز هم زیادتر میشه. بعد دوستان عزیز، این لحظه شاعر جوان، ادیب جوان کوهزاد فتح‌الله در بخش سایه دست مهمان است و راجع به آثار خود حرف خواهد زد. این صبح برای معرفی کتاب‌های نشر گردیده به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه شاعر جوان کوهزاد فتح‌الله را دعوت کردیم و با دستاویزی خود کوهزاد این لحظه مهمانی بخش سایه دست میباشد. دو کتاب را دست آوردم. یکی کتاب چون گفتم از علم تا قلم از خودم است و یک کتاب دیگر کتاب دست جمعانه که شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار این رو یعنی که سهم گذاشتن برای چاپ کردن این، چون 37 شاعر جوان رو شعرهاش را گردآوری کرده در یک کتاب با نام شاعر یک شعر تقدیم خوانندگان کردند. جای در سرسخن کتابی او محرر نگاشته است شعر را نباید نوشت، شعر را باید گریست و یا خندید و واقعا این احساسات در شعرهای کوهزاد عیان است. آنجا محرری آن را استاد رستم وهاب برداشتند و مرتب منقد جوان و شاعر جوان محیدالدین صبوری و در این کتاب نیز یکی از شعرهای من که بخشیده به گشوده شوی راههای سرحد تاجیکستان و ازبکستان بود. اینجا یک دو مصرعش را میخوانم. میگن که راه از زنجیر و بند آزاد شد، روح جامع و نوای شاد شد و این شعر در همون لحظه بسیار از نگاه کمینه و از نگاه دیگران خوب قبول گردیده بود و این را نیز در وقتی که رونمایی کتاب شد و این را یادرس شدم. یک پیام صبحانه در این صبح زیبا از جانب شاعر جوان کوهزاد فتح‌الله. ای ماه شام تار صبحت بخیر باد، ای لایق کنار صبحت بخیر باد. در کام من شکر زهر هلاهل است، ای قند روزگار صبحت بخیر باد. صبح صفاز تو گیرد به خویش نور، ای صبح فیضبار صبحت بخیر باد. به تو دل مرا غم می کند اسیر، غمخوار و غمبرار صبحت بخیر باد. سرسبز باغ دل از مهربانیت، ای سبزه بهار صبحت بخیر باد. هر صبح و شامگه چشمم به راه تو، ای نوری چشم چار صبحت بخیر باد. از صبح پاکتر والاتر از قمر، جانم به تو نثار صبحت بخیر باد. یک عمر میکنم در زندگانیم، من با تو افتخار صبحت بخیر باد. کتاب‌ها با سایه دست مؤلف و کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تقدیم گردید.